الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال آمده است که خرید و فروش کردن، تجارت نمودن به گوشت های حرام به مانند گوشت خوک آیا جایز است یا نیست؟ زیرا یک نفر، یک برادر مسلمان موحد با همین خرید و فروش گوشت خوک مشغول بودند از سبب اینکه در این نمود تجارت پول زیاد وجود دارد، یعنی مبلغ زیادتر است و این انسان به مبلغ حاجت زیاد دارند. به خاطر همین در همین قسم تجارتی که خرید فروشی یا که فروختن گوشت خوک هم هست مشغولند. آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در این مسئله مختصرا ما سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میگوییم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. باید بدانید که الله رب العزت و الجلال زمانی که یک چیزی را حرام بکند، ثمنش را، پولی همون چیزی حرام را هم حرام میکند. یعنی خرید و فروشی همون چیزی حرام شده را هم حرام نموده است. وقتی که یک چیز حرام است، خرید و فروش همون چیز. وقتی که یک چیز حرام است، فایده گرفتن از همون چیز حرام است. برای همین کسی که سگ را به بازار میبرد میفروشد، تجارت به سگ میکند، تجارت به گربه میکند، البته این حرام است. اما البته علما قسمی را جدا کردن، گفتند اگر تعلیم دیده باشد، مثلا سگ های شکاری باشد، گربه های خانگی که مخصوص تعلیم داده شده است، مکلبین، یعنی سگ هایی که برای شکار تعلیم داده شده است، فروختن این جایز است. نه به خاطر سگ بلکه به خاطر تعلیمی وقتی که صرف کرد به خاطر همون. اما در مسئله مشغول شدن به خوک، نگاه و بین خوک، خرید و فروش خوک، کشتن و فروختن خوک به مردمان کافر، نه به مسلمان، به کافر باشد هم، این برای مسلمان این شغل حرام است. چرا که خوک حرام است، چخیلی که نص قرآن به این دلالت میکرد ولحم خنزیر، گوشت خوک نجس است، حرام است خوردنش. خود خوک نجس است، نجاست بنا سخت دارد، بعد از سگ می ایستد. و خرید و فروش گوشت خوک و تجارت کردن و سودا کردن و فایده کردن از این حرام است. و فایده و این پول مالی که از این چیزی حرام از خوک می آید یا از دیگر چیزی حرام می آید، این البته حرام است. الله سبحانه و تعالی عرق رو حرام کرد، کسی که با خوردنش رو حرام کرد، اما خرید و فروشش هم حرام است. حدیثه خرید و فروش کسی که با عرق میکند، البته این پولی که از این به دست میاد حرام است. پس نصیحت ما به برادران همین است، به خواهران همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منها. حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که یک عمل رو به خاطر الله ترک کند، الله از این عمل بهتر رو به وی نصیب میکند. به خاطر الله این عمل حرام رو ترک کنید، از جانب الله مأمورید، الله امر کرده است، شما مسئولید که این عمل رو ترک کنید. و البته الله سبحانه و تعالی به شما از این بهترش رو و افضلش رو خواهد داد. و صبر را یاد بگیرید و از سنجش الله سبحانه و تعالی ان شاء الله خواهید گذشت. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله.